چوب سوخت نداریم، زغال نداریم، گردار در خانه ما پیدا نمیشه. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، بازم در پشت در خانه یکی از هموطنان هستیم که تعداد فامیل اینا قد و نیم قد بالغ بر 12 نفر است و نان شب و روزی خود ندارن. میریم داخل، آدرس دادن، ببینیم که البته به صدها و هزارها این خانواده ها است و ما به شکل ایمرجنسی گونه یا کمک هایی که فوری است به اینا میاریم و تسلیم میکنیم، ولی قبل از او بریم ببینیم که اینا. سلام برسه کاکو جان، چول دارین؟ خوب هستین؟ جور است، بخیر است. خوب است. شما خوب هستین؟ خیرت است. زنده باشین. خوب است. دیگه خیلی است. زنده باشین. کاکو جان میگه وضعیت خوب ندارین، یعنی میشه که از وضعیت اقتصادی تان بگوید؟ با وضعیت خوب نیست. رنگیده و غمگین بسیار بوتای است که در بار خدا دیگه چیز روشنی نیست. مواد سوخت به خاطر زمستان چی؟ مواد زمستان دیگه شب نیست، خود واره هر مسلمان کمک میکنه دیگه چیز ضروری نیست. چند نفر هستین شما؟ 11 فامیل هستن، دیگه 15 نفر فامیل هستن. خب بریم داخل ببینیم. خب دوستان عزیز، وضعیت این پدر بزرگوار است. شما حال عاید مدرک عایداتی چیز ندارین؟ هیچ در بار خدا چیزی نداریم. زیاد مشکلات های ما زیاد از این میالوش تکایم پایش لوچ است، از خود ما لوچ است، چوب سوخت نداریم، زغال نداریم، گردار در خانه ما پیدا نمیشه. غیر دربار خدا دیگه چیزی نداریم. غیر خداوند تعالی کمک کنه. این اتاق هم تاریک است، هم خیلی سرد است. تفلکای زیاد سرد است. طفلای ما کلش مریض هستن، از می اکثر مجبور هستیم، از مجبوری دیگه خانه شدیم، از وسی نشدیم، از مجبوری شدیم کرا دادن نمیتونیم. دو فامیل هستیم که نسبت کرا میتن نسبت. چند کرا میتین از این اتاق؟ 4000. 4000 زیاد هم میگیره. هم نداریم دیگه، بسیار زیاد خونه کسی اون جای خاص بیرون برآمدن نمیشه. گل لای بسیار. تا حالا کسی با شما کمک کرده خاله؟ یک نفر همیجا آمد یک دو بوجی زغال، ما چون خودتان بوده یا کس دیگه بود، دو بوجی یک زغال داد. شب و روز با قضی ما دوام میکنیم مک. اون میگه که قاق صندلی ماندیم طفلا که خال جان مواد خوراکی است تسلیم تان میکنیم، ان شاء الله زمستان تان سپری میشه واسطش، درسته؟ خیر ببینی، خدا جان که جور بده، خداوند تعالی جور بده تان ده باشین. البته دوستای عزیز که بیننده هستن فراموش نکنین که به مثل این خانواده ها با دهها و با هزارها فامیل و خانواده هستن مثل نیازمند و مستحق هستن. دوستا خواهشمند هستیم که بیش از هر زمان این فامیلای آسیب پذیر قبل از اینکه منجر به تلفات انسانی شود در بیافن. شما لینک ها رو مشاهده میکنید، صفحاتتان ما در کمال امانت داریم. ان شاء الله این رسالت اجراات کردیم. خاله جان ما بر شما این مواد مهم تسلیم میگیریم. کاکا جان ان شاء الله زمستان خوب خواهد داشت. خب دوستان عزیز، کمک های فوری به این فامیل بزرگوار تسلیم شده. کاکایی که در یک وضعیت بسیار ناهنجار با خانواده‌ای که بالغ و 12 نفر هستند، باش که همه چیز به هزار شده دیگه، قیمتی شده. 12000 نفر میم. کاکا جان همین مواد ان شاء الله تسلیمتان، مطمئن هستم زمستان خوب میتونید سپری کنین. این به شما خوب ورام باشه، بخیر باشه، که خداوند آگاه اولاد کمک کنه. حالا خوشحال هستین؟ خوشحال هستم. چطوره بخوید؟ یک آدم روزی و خدمت بده خوشحال نمیشه. پروردگار آرام و افساد داشته باشه، چون ما میشود در خدمتتان هستیم، دعا میکنیم. خیر برین، بخیر استفاده کنین. یک بار دیگه دوستان عزیز لینک ها مشاهده میکنین، ما در خدمت شما هستیم. البته تعداد زیاد فامیل ها هست که وضعیت شاید بدتر از اینا را داشته باشه. بخیر استفاده کنین کاکا جان.